راننده‌ای که شام 27 دکامبر در کیلومتر 115 شوروی پربرف دوشنبه خوجند چنوق در موضع چوره پای مزار جماعت عینی نویه عینی هلاک شد. ساکن 36 ساله دهه درغ نویه عینی کارمند خدمات محافظه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خیرالدین همداموف بوده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که شام 27 دکامبر ساعت 17:20 یک ماشین سبکرو تمغه اوپل وکتر در چوره بجری چپه شده بر اثر صدمه راننده‌اش به هلاکت رسیده است. نجات بخشان با کمک اسباب کوهنوردی بجری پایین شده جسد راننده را با استفاده از تجهیزات‌های مخصوص از درون ماشین بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. به گفته شاهدان وقتی که ماشین بجری چپه شده است خیرالدین همداموف خود را از داخل ماشین به بیرون هوا داده است، ولی از قضا ماشین به بالایش چپه شده او را پخش کرده است. 4 مسافر دیگر ماشین که خود را بیرون هوا دادن نتوانستند زنده ماندند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با نظرداشت آب و هوای نامساعدی که در تاجیکستان حکم فرماست بار دیگر از رانندگان خواسته است که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. یادآور می‌شویم روز 26 دکامبر بر اثر برفریزی زیاد حرکت ماشین‌ها توسط شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی بین شمال و قسمت‌های باقی مانده تاجیکستان خیلی مشکل شد. بنا به اطلاع مقامات در بین 2 روز 25 و 26 دکامبر در 6 صدمه در راه‌های تاجیکستان دست کم 6 نفر جان باختند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در جمهوری تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر دیگر معیوب می‌شوند.